آقای شاه حسینی یه دونه از اون هدیه ها بیارین به آقای بایرام بدین، به آقای کوککی. حالا بچه‌م چقدره؟ یه کارت هدیه است. چقدره خب؟ شاید هر چی دیگه نمی‌تونن هدیه. نه خب چقدر داری به من میدی؟ بابا بدون اصلا میارزه، به چه میارزه کادو؟ چقدر باید بدم؟ 500,000 تومان. آره بابا. چقدر بدم؟ من واقعا یه بار میگیرم بابا حرف بزنیم اینجا. 500 آقا چی باکت؟ آقا من که نباید الان دیگه جواب پس بدم به خاطر هدیه که دارم بهت میدم. بذار روش جوری نمیشه. چشم، یکی میگم یکی دیگه هم بذارم. یه تومن؟ بله. کی بقیه‌شو میزی به کارتم؟ همین امشب. چقدر؟ چی چقدر؟ 500,000 تومان دیگه میدم بهش یه میلیون نه تومان. 500 که میذاری روی دو تا جفت بشه، کاربردار بشه بدون باکت. اون یکی. خب. چقدر دیگه میذاری روش خودت میذاری؟ اینو شاه حسینی داد. آقا اینم من دادم دیگه. شاه حسینی داد. چی بیشتر نمیاره. حقوقش های تفلت. 500,000 تومان دیگه هم بهت میدم به 1.5 میلیون. باش. مرسی.